سلام خوش اومدین به کانال یوتیوب من. امروز میخوام که در رابطه با سندروم کتف بالدار بهتون توضیح بدم که اصلا چی هست، چجوری به وجود میاد و چجوری تست کنین ببینیم که اصلا کتف بالدار دارین یا نه. با من همراه باشید. کار این عضله چیه؟ این عضله مثل یک لنگر کتف رو ثابت نگه می‌داره تا ماهیچه‌های دیگه مفصلشونه بتونن به راحتی حرکت کنن. برای اینکه بخوایم تست کنیم ببینیم که کتفمون بالدار هست یا نه، یه دیوار یا یک ستون رو در نظر بگیرید. کف دستاتون رو محکم به دیوار فشار بدین، خیلی محکم، جوری که اگر کف دستاتون رو محکم به دیوار فشار بدین، اگر که استخوان کتفتون از لبه داخلیش بیرون زد، شما دچار سندروم کتف بالدار هستید. ولی اصلا نگران نباشین، چون 2 تا حرکت عالی میخوام بهتون آموزش بدم که این مشکل رو رفع کنه. بیا این که لبه تحتانی و داخلی کتف از راستای مناسب خودش خارج میشه و سندروم کتف بالدار به وجود میاد، خاطر ضعف و عدم تعادل عضلات بین کتفیه. یکی دیگه از عامل‌هاش عامل مادرزادی و یکی دیگه از عامل‌هاش داشتن کایفوس یا همون قوزپشتیه که حتما برید پست قبلی توی یوتیوب رو ببینید که من در رابطه با حرکات اصلاحی قوزپشتی یک عالمه حرکات مفید براتون لحاظ کردم. خب حالا ما میخوایم این عضله که ضعف پیدا کرده باعث سندروم کتف بالدار شده، یه تقویت عضله مربوطه که اسمش عضله دندانی قدامی یا سراتوس انتریور هست، یه سری حرکات رو در نظر دارم که میخوام باهاتون به اشتراک بذارم. با من همراه باشین. دوستان برای انجام حرکات اصلاحی این سندروم کش لوپ خیلی خوبه. حالا من این کش رو در دسترس داشتم، ولی شما حتی میتونید با یک لباسی که خیلی محکمه این کار رو انجام بدید. دستاتون رو بینش قرار میدید به صورت 90 درجه باز ارزشانه و این رو به این شکل میتونید رو به دیوار هم باشین یا به این شکل دستاتون رو بالا میارید جوری که زاویه از 120 هم بالا بره، باز بشه و برمیگردید. پس ببینید 90 درجه در حالی که شما دستتون رو ثابت نگه داشتین میکشید بالا، اجازه میدید که کامل کتف رو عضلات کتف رو به هم نزدیک کنه و برمیگردید. خب این رو هم در 3 تا ست 15 تایی انجام میدید. خب حالا برای اینکه بتونید حرکت رو دامنه حرکتی نمیده در حقیقت بیشتر کنیم و فشار بیشتری برای تقویت عضله دندانه قدامی بیاریم، ما میتونیم اینجا به این شکل دستمون رو بیاریم بالا و باز کنیم به سمت عقب. جمع باز جمع. این حرکت زمانی نتیجه میگیره که شما در مدت زمان طولانی انجامش بدید و استمرار رو در هیچ تمرینی فراموش نکنید تا به نتیجه مطلوب برسید. راستی یادتون نره اگر ویدیو رو دوست داشتین سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم روشن کنید که اگر دوباره براتون ویدیو جدید گذاشتم نوتیفیکیشنش بیاد. انرژی من اینجوری میبرید بالا، ویدیوهای خوشگل و مفیدتری براتون تولید میکنم. تا ویدیو بعدی